سلام، من سید رضا آیتی هستم، مدیر عامل مرکز پردازش ایفا از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ فاخر. مرکز پردازش ایفا به عنوان در واقع یک فولفیلمنت سنتر در زنجیره لوجستیکی کشور فعالیت میکنه. ما سرویس‌های فروشمون در واقع به فروشگاه‌های اینترنتی، ای کامرس ها، وبسایت‌ها، آنلاین شاپ ها در سرویس‌های بی تو سی و بی تو بی ارائه میشه. مرکز پردازش ایفا با داشتن 5 مرکز در سطح کشور در واقع مفهوم ابر فولفیلمنت رو پیاده سازی کرده در کشور که بتوانیم با ارائه سرویس‌های انبارداری، بسته‌بندی و مدیریت ارسال کالا برای مشتریان خودمون هزینه‌های لوجستیکیشون رو بهینه کنیم و به سمت کاهش ببریم. به نوعی کالای شما وقتی که در مرکز پردازش ایفا قرار میگیره در سطح کشور، هزینه‌های ارسال، زمان تحویل کالا، مدیریت موجودیتون و انبارشتون رو ما برای شما بهینه میکنیم و میتونیم این سرویس ها رو برای شما به گونه‌ای طراحی کنیم که زمان تحویل و فروش شما رو براتون مدیریت بکنیم. کاری که برای فروشگاه انجام میدیم این هست که با کاهش هزینه‌های لوجستیکی و بهینه‌سازی اون هزینه‌ها کمک بکنیم که یک فروشگاه تمرکزش رو بر توسعه فروش خودش قرار بده و لوجستیکش رو به ما بسپاره و ما براش در واقع اینها رو بهینه‌سازی بکنیم. ما از سال 97 در این زنجیره لوجستیکی فعالیت می‌کنیم. در حال حاضر با دارا بودن 5 مرکز در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز این کار رو انجام میدیم و میتوانیم در واقع بسته به نیاز شما سرویس رو طراحی بکنیم و کمک بکنیم به اینکه شما در واقع هزینه هاتون رو و لوجستیکتون رو بهبود بدهید. در خدمت شما هستیم. امیدوارم که بتونیم با سرویس های بهتر و ارائه خدمات بیشتر در کسب و کار شما در واقع کمکی کرده باشیم.